استاد بیر باز ما درباره شما گپ زدیم. درباره ما فقط نزدیکه بعدی نزدیکه حسن جون بیشکو بابا میگم بیشکو خوزی همین پیش آمدن خطاب ما همین کامرچه خاطر مخلصای سومونه نشون بده صحبت کردیم درباره خصلت و رفتار شما. اینی گفتم شما که بهترین انسان هم شمایید. کی رو گفتم اومدن دیر نکرده اومدین خوش اومدید. اینجا جای کیه؟ جای خودت؟ ای دخترک بگه دختر فایرو کنی با خدا قدری بکنم میو. یه خاک دختر مردم نپونتوال میشه. امیت دختر صد ماده که فرو تیز میاد. راست. به چون خلاص کراساتی. من در کارم نیست بفکرم. من خبردار. روزی من تو نمیگی. ما همین راستی که کو استاد باور کنه نکنه من مخلص عشبی هستش شمویو. انا رحمت. کجا قلم دختره که گفت این چه همون من یک کامپیوتر فایرو میگم. میگم خودم بشینم. باشه خود ایوار خودت خوب. بله. خوب سر میکنیم برنامه نه خب سلام مخلصان سومونای دوشنبه لایف سلام تماشاگران برنامه‌های عجب شوخی سومونای دوشنبه لایف این برنامه سالی نوی است بخشیده به سالی نوی 2021 در مهمانی ما حضور دارند بابای مرگان کی رو گفت شما را گفته سیمو اون هموسو خب یه همون تماشابینا همون جانه السلام علیکم السلام علیکم و استاد گرامی که ما دوستش می‌داریم همیشه می‌خوایم در برنامه ما اشتراک کند پونتوانی آدم حسن چیلا بله سلامت باشید و درباره من دوستمراد شریف با تخلص دون جوان استادی کانر ماگرگر بگو کسونی کانر ماگرگر دی خوش اومدید من انت تمکلی بده شما گرفتم میاد شما و کانترکت کوتاه کرد دلش کرد بهترین همه شما رو در برنامه خوش اومدید میگیم و اولین سوال رو بس از استاد حسنی چیلا میگیم خب استاد جان شما کمی در برنامه ما دیر کردید من بله سبب دیر کردن من انتظاری بود من قریب 2.5 ساعت در راه انتظاری تاکسی بودم دوستم برای این دیر کردم خب تماشاگران عزیز چنانه که حسن چیلا گفت در راه منتظر تاکسی داشت مشکلی با همین خاطر با برنامه ما دیر کرد استاد من میخوام یک چیز رو با شما بگویم خب استاد جان بخشش شما چی نباشم در همین سخن بگم در سال 2020 که در 21 نمونه بگو در دلت نمونه گازنشا سال دیگه در نمونه کی علمی دوستمراد شما را در راه دیدونه که سوار نکرد ماشین در چی این همین دوستمراد ما را دید سوار نکرد باید در نظر من نخواهم شما را ببینم و نگیرم چه در آدمگری شودن خودم شوگیری خودم مرا در راه دیده نگرفتم دروغه دروغه من دروغ میگم دوستمراد خیلی بچه نیست ما دروغ میگم دروغ میگی شما اکی خیلی مرا بهترین بچه من خیلی عقیده باوری ندارم ما ترا قدیم مغز میون دوست میدارم حرمت باور کن همین خیلی باشه نه همین خیلی باشه ببین مرگان جو تالیش کن من اگه داره همین نگرفتم باشه ما امروز قطعی تاری همین شوگیر در باشه ما خونی جیگر به قطعی شوگیر بعد سیون کار تماشا کردن جو تالیش میکنی خیلی من جو تالیش میکنم ولی نه من خیلی نه باور ندارم خب با استاد گیتار شما را بگیرم شما حالی در من باوری نداره نه استاد باور نداره میدونی که من دوستمراد شما را دیده نگرفت بهترین بچه حیران میشه که دوستمراد دو در خود من پدر تماشا کنید این همین ماشینی که دیدستین کجا رو تماشا داری الان کامل این موبایل تمام این ماشین نمیشه خو ماشین خدای ماشین خدای دیدی نه دیدی بابی مرگان با چشمو دیدی مرا دوستمراد در راه اونم از 2.5 ساعت در راه راست مرا نگرفت دوستمراد نبودگیسته دوستمراد بابی گفت که ماشین خدمت ماشین نه گرفتم گفت کو بخشش دوستمراد های شوای بخوابیم های ماینه سر ای بابی مرگان جام کی پاپ دیدی بابی مرگان نه دیدی جوری دو در ندیدی به یک کانون به هم دیگر نمیخریم بابی مرگان که جو تالیش کرد جو تالیش که من خیلی دودر من خشم که دودر من بس کردم که شوگیری دوستا دیرم دوستمراد نریم برداشت دولت جوان این همین برادری تو نیستن
ما akama yok. Ma hala amca akar. Davleneyim bana. Şu sıvar ne kardeşe? Yok ki doğru doştu ki barnuma da iştirak mı kına? انا بس ها. ولی چی گفتی؟ میگم همین دانجوان داغ داشته که حسن چیره در برنامه اشتراک انا میکنه بس موکی خالد همین پشتی حسن چیله را گرفته در دونجوان همین که با گفته سی بله حسن جان بهترین نویره من راست میگم دوست من علی حسن چیله عموما نمیخواست که خود در برنامه ما اشتراک کنیم نه ما باوری نداریم. ما باوری نداریم. راست ما باوری نداریم. بله من باور ندارم بابی مرگان چی یادگاری ببینیم آخر ساندی رو میبریم. همین بلوگ تو بابی مرگان برمات کنم یا بلوگره یا خمون جنگ بلوگر راست گفته من بلوگرم نه که تماشاگران عزیز ما هم چیزی که میخوام بفهمونم که یعنی دوستمرو در حسن چیله دشمنی دارد حسن چیله در بابای مرگان یا برای باور نکنه نه باور نکنه نه اوکی من ما تماشا اینا کی هستن؟ یک کدام شد تماشا داری آخه این راست این من تو دیده اینا ما حسن چیله در زنگ زدم نه حسن چیله ما در زنگ زد گفت که در برنامه کیا اشتراک میکنه که گوش کن این خطا گفته ما همون مایم استاد بیامونه من این قشما رو من میگم نخواد بابا رو هم خیلی بگی تو هم برنامه دیگه هم موسیقی دوره من کن جیبی رو چی گو پایی بابی مرگان همین یک باور میکنش بایشا چی اکبایی با میدی تو شیدو کم بلوگرای بیچاره راست میگه پیش شما ولی آدمو پیش شما ولی آدمو ما گاب گرفتم خیلی گاب بلومات بابی مرگان یک مونه جنگ نداشته بدون این طریق سرخفه اون بی طریق فرقش یه مده دکزد کرد فهمید واسه ممکن همون چی مردگی خیلی نمیشه مردگی خیلی نمیشه مردگی خیلی ممکن همون نمیشه شانتاژ باشه این شانتاژ بگیره مانتاژ بگیره رژیسور بس بس یا گاب من خفای استاد گاب زدی یا من خفای من خفای اون قز گاب نزدم مرگان دوست ندارم من دابورتاش میمرم باور داشتم تو همین روزا من یک بار که نمید 180 گرادوس بسن شما استادای می شما اکوی می خب ماش همچو بابی خطا هرمن میگم خطا همچو استاد اینجا انیق مانتاژ دیگه او ماشین قدیما رفتم کو اونجا من دختر خیلی ازدواج کردم اونجا مانتاژ کردم موندگی تو دختر مرا من اینجا موندم دارم اینجا کو این خدیارون کس دیگه من فرمای سر من اینجا شوگیر دارم میدونه که من همه جا دادم من سمونه دیشنبه لایف دا شنبه لایف دا کازات میکنم اینجا شوگیردای ما هستن جنگ مون دخترشان سه کس مونده به شردی ولی من شوگیر دارم همه جا دا شردی دوست رو چه پیش ای برنامه بدن خمون چخیل افراد کنگه نگاه پیش پیش تماشا به دوست رو چه تماشا ما شردی نگاه تنو گفتن اینو دیدی؟ تنم گفت منم گفتن دی وی منم گفتم دیدی؟ اینه دیدی اکه اینه دوست مراد بخبشم اینه دیدی؟ بس اینه دیدی اکه خمونه چخیل جنگ مندوزن اینجا منطق همین شانتاژ سه کس موندگی من سه کس دیده نداره نه نه بخش نویرک های بابیشه قریب بعد بگیدم تو نه دیدی بابی گریخ برم گریخ اینجا برنامه اینجا برنامه رو من میدونم که یک دخترک یک بانوی زیبا باید برنامه رو پیش میبرد من زنگ زدن که یک خانوم زیبا برنامه سالنوی در روه میشه یک دخترک زیبا باید پیش میبرد اینه با آمد گوش نکنیشه گوش نکنیشه دیگه تمام روزی بس یا چی فهمون شما رو ما فهمون ما میگن دوست رو استاد حسن چیلا مو این برنامه سالنوی بگی دستم برنامه سالنوی گفته ما در سیمای شما الان آدمایی که ای قفای آدمو گم میزنن همون رن شادو دموخی بود یا رنگ یا پرانک کردن دون جوان حسن بابای مرگان بگذار بگن بابی مرگان سر ناخمونم میگن خدم میخونم این اوزا ارگان بابی مرگان قفوش میگن اما خدم میچونه میگن خوبم بگیم مون بگن بدم بگیم میگن میرنگز رو شاوردی میگن مون بگن اگه همه
فاروق همون میشناسیم خیلی بچه بعد خیلی شوخی سوال نمی کردم خیلی خیلی میکنیم فاروق جون دون جوان جون حسن جون نویره حکای باباش اصل کای باباش انا همین خصلتای بدترین انسانیه که این خاطر انسانی هم گفتن نمیشه نه همین خصلتای که در جنگاندوزی هر بیست تکرار میکنیم همین که هر نفره که از پسی نفری که شرمنده میشیم 20 یعنی که با قول غیبت کرده باشد در سال 2021 این چنین نکنه رو که میگن حق به حقدار میرسد یگون وقت دروغ و راست مبدل نمیشه همین خاطر مخصوص ما انامین یک برنامه‌چه خودک که برای همین تشکیل کردیم بازم شما رو خوش آمدید میگیم با استودیوی سامانه دوشنبه لایف اینک با اجازت